سلام بچه ها، چطوری؟ من رنجر هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. آقا تو این ویدیو قراره که هیروی 50 ستارمونو کنیم مستر 51. بچه هم واقعا من الان 3 سال و نیمه که تو فری فایر پلی میدم و بعد 5 ماه که فهمیدم پرو پلیری چیه، رنگ چیه و اینا، آرزو داشتم یه بار گرند مستر باشم یا مثلا مستر باشم که الان دارم به آرزو میرسم که با سختی فقط تنهایی بازی کردم و به سختی این روزا رو گذروندم. 1000 بار باختم، زمین خوردم و پاش شدم و تا به 50 تا رسیدم. همین دیروز 46 بودم، 50 بودم منظور. 4 تا باختم و 4 تا وین داشتم که بارم باختم، وینم پرید ولی رنگم نیامد پایین و امروز قراری که بریم به آرزومون برسیم. آقا لایک کامنت صاف فراموش نشه، زنگوله رو آن کنید. عاشقتونم، دوستتون دارم، بی معطلی بریم که رنگمون رو 51 کنیم و همون مستر کنیم. بریم ویدیو رو داشته باشید. خب دوستان، من از اول ویدیو بگم که من ببینید زیاد حرف نمیزنم به خاطر تعادلم تو بازی که نباید تعادلم به هم بخوره، چون میبازیم. من زیاد گفتم حرف نمیزنم که تمرکز داشته باشم. آقا از الان سکوت میکنم، یه بازی کنیم. حاجی پشمام چجوری اومد داخل؟ نه حاجی من واقعا برگام میدید بنازم این داخل. نه وقت تو ویدیو مشخصه، ویدیو چکم میذاریم. این چجوری اومد داخل؟ تو رو خدا یه لحظه ویدیو چک الان گذاشتم که ببینید چجوری اومد داخل. بچه گفتم زیاد حرف نمیزنم، الان که سکوت کردم نیاد برید ویدیو رو ترک کنی یا ویدیو رو نبینید. من گفتم واسه بازی، تعادل بازی، تمرکزم دیگه. مثل این دفعه مثل دفعه های قبل نیست که زود ببازیم. حاجی دیگه خیلی بد شد. بزن دیگه. خب ببینم اینجا چه خبره. چیکار میکنی برادرها؟ خب بزنین دیگه حاجی، به چه دردی میخورین شما؟ تا الان 0 کیل زدم ولی در حقم نامردی شد خدایی. اینا هم که پینگشون خرابه داره به ما ظلم میشه. طرف پینگش خرابه یهو ظاهر میشه. بنازم اینم که از این خدایی دیگه نباید ببازیم. ببین من الان دیگه ببازم به خدا از فری فایر بایی میدم. چندومین باختم اصلا. یعنی یکی به من یخ میده، تو رو خدا بگید. نیازمند یخ هستم. یخ نیم چی میگم بهش. حالا ما تو زبان ترکی که گفته بودم، اهل تبریزیم، تو زبان ترکی میگفتیم دیوار. بزن دیگه. خب داداش دمیجه کسکش. تو رو خدا اون کف دروازه رو نگاه کن اون ور مپ. کف دروازه کسکش.
از پشت میاد. خدای بچه چرا اینا اینجوری حواس پرتی میکنن؟ این الاغه که جوکره که سرشو مثل خر انداخته میاد انگار خود پدرشه. و یه بچه واقعا ببخشید زیاد فوش میدم، اثرات فشار زیاده. این کونکشه که سرشو انداخته انگار خونه پدرشه، عمشه داره میره. اینا هم که دیگه هیچی، اینا دیگه هیچی نباید گفت. این که خوبه خدایی، کاورش هم خوبه، همه چیزش خوبه. ولی اون دوتا کونکش بخواد بفرما تنهایی راش میره. یکی هم که خداشوی از پشت کاورم هست. داشت اون 100% میبینی، اونی که اسمش گلده چیه، کار داری میکنی اینجا؟ چرا نتت کیریه؟ حاجی من اینا چرا اینجوری کمپر سگ هستن؟ میزون حالت داداش، خدایی مردیم دیگه. حاجی چی کار داری میکنی تو رو خدا؟ حاجی تو رو خدا نگاه این لنگو، نگاه این لنگو. نگاه این کنکشو. صد درصد از این ور میاد دیگه. وای وای دمیج بدی مرده، دمیج بدی. بنازم یعنی ببین اینقدر که نوبی معرفت و لیاقت از همه بیشتره. نه خدایی بچه ببینید الان من نگید چرا تو این ویدیو خیلی فوش دادی و اینا. آقا من الان که بگم واقعا خیلیاتون فشاری میشید. من فکر کنم الان 70-80مین باری که 50 رسوندم و از 50 باز رنگم و پایین آوردم یا همون باختم. یعنی این داداشمون که بازیش خوبه ولی تنهایی خدایی، تنهایی راش نده، به نظرم بهتر از ما هستش. بفرما الان اینجایی که ما وایستادیم خطرناکترین منطقه ای هست که ما وایستادیم. از پشت از پشت. حاجی نه، حاجی نه، من نباید می اومدم. نه به خدا نباید باخت باشه، این نباید باخت باشه کلا. متاسفم پولم ندارم کلا، جو 100 پولی کنم واسه خودم ای پی خریدم، یعنی ای پی دیگه. آره تنهایی راش میدی یعنی الاغ سگی دیگه، تو مشخصه گاوی.
یعنی چی حاجی؟ یعنی چی؟ تو رو خدا داداش بیا دیگه داداش، تو رو خدا چیکار میکنی تو؟ حاجی چی خبره؟ دی چقدر اسکلی تو؟ حاجی چقدر اسکلی تو؟ چقدر اسکلی تو؟ وای بچه دارم فشار میخورم. First blood. Help me! Double kill. Triple kill. بنوزم بچه ها، سکوت یه عقاب یعنی شدیم مستر بچه. بعد یه هفته شدیم مستر. من آرزوم این بود که یه بار مستر بشم، یعنی دیگه استرس دیگه خفم کرده بود. خدای شکر چقدر استرسی، چه خنبک بدی خوردیم. ببین مستر بودن موجی دیگه داره مدم به تن دیگه. از دیوونگی، از شدت فشار نمیدونم چی بگم چی نگم، دارم لنگ اومده. وای من دیگه پشمام ریخته خدا، من دیگه پشمام ریخته و الان 3 روز دیگه فکر کنم، آره 3 روز دیگه رنگامون رسید میشه و باز شروع میکنیم به رنگاب کردن. و بنازم اینا رو هم آن کن که از این به بعد اینا رو بذاریم. نه دیگه پروفایل اصلیمون چی بود؟ کدومه؟ آره پروفایل اصلیمون اینم دنس گرند مستر و خدایی خیلی خوش گذشت بنازم. و بچه ما کلام مسترش کردیم که خیلی ها گرند مستر کرده بودن، الان این همه 990 خیلی گرند مستر کردن. وای عجب سخت بود. ببینم مستر کجاست؟ حالا اینا رو ول کن یا شادیمونو کنیم. بابا خیلی سخت گذشت، خودتونم دیدید واقعا خیلی سخت بود دیگه. برگام رید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت کامل برده باشید. از این تو این ویدیو خیلی فوش شدم، ببخشید، خیلی فشاری شدم، بازم ببخشید، ولی این ویدیو ارزش فوش و فشار رو داشت. آقا لایک کامنت ها فراموش نشه، زنگوله آن کنید. اگه دوست داشتید به اینستام رو فالو کنید. عشق منید، دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند بزرگ مرتبه میسپارم. عشق منید دیگه.